سلام. چون توزیع سکوت‌ها نیاز به این داشت که هنرجو اجرای سیاه و گرد و سفید رو یاد گرفته باشه، درس یکی کتاب لو ویولون رو گذاشتیم برای این جلسه. سکوت همونطور که از اسمش معلومه یعنی هیچ صدایی از سازمون در نیاد. مدت زمانی که باید سکوت کنیم بسته به شکل سکوت متغیره. توی درس یک در هر میزان یک سفید نقطه‌دار داریم و یک سکوت سیاه که مجموعاً میشه 4 ضرب، یعنی 3 ضرب لا و 1 ضرب سکوت. باید 3 ضرب روی سیم دوم حاشیه بکشیم و 1 ضرب سکوت بکنیم. چون ضرب چهارم میزانمون سکوته، هر وقت به ضرب چهارم رسیدیم، یعنی ضرب‌های چهارم رو زدیم، سکوت میکنیم. یعنی 1 2 3 تأکید میکنم ضرب 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3